سلام، امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشین. امروز میخوایم در مورد یک نوع درمان صحبت کنیم، درمان PBM و یا فاتو بایو مدلیشن. خب توی این درمان یه چیزی که خیلی مهمه بحث تنظیمات یا اون منطقه‌ای که قرار میدیم. تنظیمات دستگاه خیلی مهمه. ببین تنظیمات دستگاه توی بحث فاتو بایو مدلیشن اینه که شما اون دوزی که داری استفاده میکنی برای مراجعه کننده یا اون تابشی که توی اون منطقه داری تابش انجام میدی یا اون فرکانسی رو که داری استفاده میکنی تتا، آلفا، بتا، این نباشه که فقط آلفا استفاده بشه و میلی وات. ببین ما میلی وات رو به این که اون بحث اون نفوذی که میخوایم استفاده چقدر میلی وات اون اختلاف